یه ویدیوی کوچیکه و خواستم اینو بگیرم برای براول استارز. این خیلی روش خوبیه که با بوها زنده بمونید تقریبا. البته خیلی باید تلاش کنین و خیلی مثلا انجامش داده باشین تا، یعنی تمرین کرده باشین تا یادش گرفته باشین. مثلا با میکو چارلی مثلا، آره میکو چارلی اینجوری خیلی به دردتون میخوره، دشمناتون راحت میمیرن. کاپ بالا هم باشین، نشون میده. واقعا خیلی عجیبه چجوری واقعا زنده موندن. بمیرین دیگه. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.